مرحبا. سلام داداش. در حالی که بسیاری از ساکنان کشور دیگر زنگ تلفن‌های خانگی را قریب فراموش کردند، تلفن خانه نصرت الله براتو همیشه فعال است و زنگ میزند و به زنگ‌ها جواب میدهد. تلفن خانگی برای اینکه من همچون دمکمی همین محله می باشم، همین محله و چراغ خاموش می شود. من آگاه می کنم که بیاین که فلان جا به همین کوچه ما به برق نیست است و نوبتدارا هستند. نوبتدارا می بیان و چارش می بینن برای اصلاح کردن برق. تلفن سیمی بسیار ویش هست، منفعتش هست. این مرد سالمند و این استفاده برنده صادق تلفن خانگی هیچ تصور نمیکرد که او هم روزه به تلفن خرد و برایش مشکل فهم ضرورت پیدا میکند. به خاطر شنیدن صدای فرزندانی راهدور مهاجر او هم مجبور شد سال پیش برای خود سیم کارت بخرد و تلفن همراه بگیرد. بنا به آمار رسمی تلفن خانگی مثل این مصاحب ما در تاجیکستان امروز 300,000 استفاده برنده دارد. این هم در حالی است که مشتریان تلفن موبیل در کشور به 7 میلیون نفر رسیده است. متخصصان ساحه علاقه بر اینند که دوام 10 سال اخیر با عادت کردن مردم به تلفن‌های همراه، وسیع شدن امکانات و امتیازها و برنامه‌های مخصوص اینترنتی، تلفن خانگی 50% استفاده برنده های خود را از دست داده است. چندین سال است که تلفن خانگیمون مشکل دارد، یعنی سیمش هست، فقط چی مشکلی دارد که علاقه همون طرفی منطقه 92 نداریم. در همین حال هم که اون بیکار استوده است و ما از اون استفاده نمی کنیم، حق ابوننتی یا حق خدمتش 8 سومانی باید ما سپاریم و این اگر همینطور دوام کند و ما از پی اصلاح همین کار نشویم، یعنی قرض بیشتر رفتن میگیرد و نه ما از تلفن استفاده میکنیم و هم قرضدار هم میشویم. برای همین رفته عریضه نوشته قطع میکنیم، دیگر لازم نیست. با نگرانی از این وضع حکومت تاجیکستان مسئولین ساحه علاقه را موظف کرد تا مشتریان تلفن خانگی را بیشتر کنند. هدف هم به گفته نمایندگان ساحه علاقه بی ضرر و کم خرج بودن این نوع تلفن است. اما این تصمیم در حالی است بسیاری از ساکنان کشور با اشاره به سیم‌های کنده و فرسوده تلفن‌های خانگی خود از خدمت رسانی نه چندان خوب و نالازم بودن این تلفن‌ها صحبت می‌کنند. ما با نقشه گرفتیم که تمام بیناها رو با تعمیر کشیدن خط نوری و تعمیر نماییم. همزمان در خود زیر همین بنا در آشونه پایانی همین بنا علاقه ایستگاه 480 رقم وصل کرده شد که برای استفاده کردن مردمی که در اینجا علاقه استقامت میکنند. ما این کارهایی که ما کرده استودیم با از ایستگاه تا خود مشتری کشیدن خط نوری در یک زمان هم تلفن استفاده کرده میشد، هم اینترنتی با سرعتی با صفت استفاده کرده میشد. همزمان تمام کانالایی که در تاجیکستان هست به ملال میتونن که پیوست کنن تماشا کنن. مقامات تاجیکستان در حال از ضرورت جلب مشتریان برای استفاده تلفن‌های خانگی یاد می‌کنند که پژوهش‌ها در برخی از کشورها از جمله روسیه و آمریکا معین کردند در 10 سال آینده تلفن خانگی دیگر اهمیت خود را به کلی گم می‌کند.